سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 20 ماه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. در بدخشان چه گپ؟ شورو را کشودند. یک زن در روشان مرده پسرش را دید و جان داد. پلکوونیک خولباشف به تشکیل ناآرامی ها در روشان عیبدار شد. اظهار نگرانی دبیر کل سازمان ملل از وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان. نبیره رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان در دوشنبه بازداشت شد. بازداشت دو چوپان قرغز در مرز تاجیکستان. درگذشت ادیب شناخته تاجیک مهمان بختی. هلاکت 3 نفر در 2 صدمه مرگاور در دوشنبه و 5. و اکنون تفصیلات خبرها. بنا به خبرهایی که روز 20 ماه سال 2022 از ولایت مختار کوهستان بدخشان به دست رسیدند، وضع در این منطقه ناآرام در شرق تاجیکستان نسبتاً آرام‌تر شده است. در شهر خوروغ اعتراضگران شورای استراتژی دوشنبه خوروغ قلمه را که 3 روز باز در محله اوپیده مسدود کرده شده بود، روز 20 ماه باز کردند و گفته می شود روی نقلیات و انتقال بار توسط این راه از سر گرفته شد. باز کردن این شورای استراتژی یکی از طلب‌های اساسی بود که مقامات قدرتی شام 18 ماه در پی سرکوب اعتراضها در نویه روشان در پیش اعتراضگران خوروغ گذاشته بودند. مقامات از اعتراضگران در خوروغ همچنین طلب دارند که سلاح خود را سپرده به مقامات تسلیم شوند. ولی ساکنان خوروغ به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که راههای محله بر خوروغ، محل زیست و پایگاه اساسی طرفداران محمد باقروف، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، همچنان مسدود باقی میماند و ساکنان دیگر محله‌های خوروغ امکان رفتن به بر خوروغ را ندارند. ساکنان خود بر خوروغ نیز تقریبا کوشش از این منطقه برآمدن نمی‌کنند. به این حال روز 20 ماه در نویه روشان، مرکز اساسی سرکوب اعتراضهای اخیر، ساکنان به گور و چوب افراد روز 18 ماه کشته شده ادامه دادند. روز 20 ماه در اینجا همچنین مادر تاج‌الدین نظربیکوف، ساکن ده روشان را در کنار مزار پسرش به خاک سپاریدند. گفته می شود روز 19 ماه وقتی مقامات مرده پسرش را سپاریدند، این زن برابر دیدن جسد فرزندش دلکف شده وفات کرده است. مقامات تا کنون هلاکت یک افسر میلیسا و 8 تن از اعتراضگران را در روشان رسما تصدیق کردند، ولی ساکنان میگویند که روز 19 ماه مقامات جسدهای 21 ساکن روشان را به خویش و تبارشان دادند. ساکنان بر اینند که شماره کشته شده ها از این هم بیشتر است. بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد، کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 ماه در شهر دوشنبه خوشروز جمعیف، معروف با تخلص خوشام گولیم، بلاگر زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان را دستگیر کردند. سبب بازداشت بلاگر معلوم نیست. خوشروز جمعیف نبیره شادولتوف، رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان است. بابای او 14 مارس سال جاری از عالم چشم پوشید. این علکه بازداشت دوم این بلاگر در ماه آخر است. بار اول خوشام گولیم روز 20 مارس زمانی از جانب کارمندان امنیت دستگیر شد که از شادره به مرکز ولایت شهر خوروغ آمد. آن دفعه او را بعد 13 ساعت صحبت در بنای ریاست امنیت ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد کردند. گفته میشد که برای صحبت که از ساعت 10 صبح تا 11 شب دوام کرد، در برابر کارمندان امنیت کارمند دادستانی نیز دعوت شده بود، ولی در نهایت به ضد خوشام گولیم یگان عیبنامه اعلان نکردند و او را جواب دادند. به گفته خویشاوندانش بعد آن بازداشت اول خوشام گولیم را به خاطر امنیتش به دوشنبه فرستادند، ولی مقامات این دفعه او را در پایتخت پیدا کردند. خویشاوندانش میگویند آنهایی که برای بردن بلاگر آمدند خود را از ابوب معرفی کردند، ولی با گذشت یک شبانه روز از بردن خوشام گولیم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره بازداشت او و به چه عیبداری یا گمانبر شدنش اطلاع رسمی تا حال نشر نکردند. بازداشت این بلاگر در روزهای صورت گرفت که مقامات با استفاده از نیرو تلاش دارند که موج نو اعتراضها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان فرو نشانند. در روزهای اخیر از ولایت مختار کوهستان بدخشان درباره کشته و زخمی شدن 10 نفر خبرها به دست میرسند. این بار نویه روشان به مرکز اساسی اعتراضها تبدیل یافته است و اکثر قربانی ها نیز از نویه روشانند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 19 ماه سال 2022 در یک اظهارات ویژه گفت ناآرامی‌های اخیر در نویه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان
علیم شیرزمانوف، خولباش خولباشف و الفتخانی محمدشایو رهبری و سرپرستی میکردند. الفتخانی محمدشایو روز 8 مای در شهر دوشنبه و بنا به اطلاع دریافتی هنوز رسما تصدیق نشده، پلکوونیک خولباش خولباشف فرمانده سابق یک قسم مرزبانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز روز 8 مای در حدود ولایت سوخت دستگیر شدند. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی یک ائتلاف در تاجیکستان فعلا ممنوع نیروهای مخالفین تاجیک از سال 2017 در پولشا به سر میبرد. نام خولباش خولباشف فرمانده وقت اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 1995 وقت ورد زبانه شد که از یک سوی قصد مسلحانه به جان پرزیدنت امامعلی رحمان جلوگیری کرد و نگذاشت که سلاح به دستان یک گروه دیگر مخالفین امامعلی رحمان را که با نخستین سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان آمده بود بکشند. بعد امضای سازشنامه سال 1997 خولباش خولباشف به صف نیروهای مرزبانی پیوست و سالهای طولانی فرماندهی یک قسم بزرگ مرزبانی را در سمت بدخشان بر عهده داشت. به فرق از دیگر فرماندهان سابق مخالفین از ولایت مختار کوهستان بدخشان، خولباش خولباشف در حوادث سالهای اخیر بدخشان بی‌طرفی را اختیار کرده بود و با حکومت مخالفت نمی‌کرد. ولی وزارت کارهای داخله در اظهارات اخیرش میگوید روزهای 17 و 18 مای سال 2022 200 نفر در ناحیه روشان شورای بین المللی دوشنبه خاروخ قلمه را در 3 نقطه بسته حرکت تمام نمود واسطه‌های نقلیات را محدود کردند. آنها تحت رهبری و سرپرستی اعضای در جستجوی رسمی قرار داشته تشکیلات اکستریمیستی علیم شیرزمانوف و هم مسلکان جنایتی او خولباش خولباشف الفتخانی محمدشایو با مقصد خللدار نمودن امنیت دولتی، ضربه زدن به پایه‌های ساخت کنستیتوسیونی، مانع شدن به فعالیت مقامات حفظ حقوق، به تهلکه انداختن اهالی با سلاح و اسلحه جنگی مسلح گردیدند، میگوید وزارت کارهای داخله. وزارت کارهای داخله گفت در جریان عملیات روز 18 مای در روشان 8 سلاح به دست نابود، 11 نفر زخمی، 114 نفر دستگیر گردیدند و 8 نفر مورد جستجو قرار داده شدند. این در حالی است که ساکنان ناحیه روشان میگویند روز 19 مای مقامات جسدهای 21 ساکن کشته شده روشان را برای گور و چوب به خویش و تبارشان دادند. نشریه بریتانیایی The Guardian روز 19 مای خبر داد که در جریان سرکوب اعتراضهای اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان دست کم 25 ساکن این ولایت کشته شدند. ساکنان روشان میگویند اعتراضگران سلاح نداشتند و نیروهای قدرتی به بالای ازدحام مردم آسایشته تیر کشادند. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش از وضع پیش آمده در تاجیکستان نگران شده است و جریان حادثه ها را پیگیری میکند. در این باره روز 19 مای سال 2022 در بریفینگ در نیویورک با ژورنالیستان سخنگوی دبیر کل سازمان ملل استفان دویاریچ خبر داد. دبیر کل از گزارش‌های رسیده درباره افزایش تشنج و خشونت‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله از خبر کشته شدن مردم اظهار نگرانی می‌کند. دبیر کل به خویشتن‌داری و انجام تلاش‌ها برای با راه‌های صلح‌آمیز حل کردن وضعیت پیش آمده دعوت می‌کند. سازمان ملل وضع را پیگیری خواهد کرد، گفت دویاریچ. وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان از 14 مای رو به تشنج آورد. مقامات اعتراضگران را اعضای مسلح گروه متشکل جنایتی و تروریستی مینامند که به ادعای مقامات تحت رهبری و سرپرستی سیاستمدار مخالف علیم شیرزمانوف، پلکوونیک قشون‌های مرزبانی خولباش خولباشف، همسر سابق او حامی حقوق انسان الفتخانی محمدشایو و یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان محمد باقروف عمل میکنند. مقامات از 18 مای در حدود ناحیه روشان به عملیات آغاز کردند. بنا به خبرها در جریان سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه روشان الکی 10 نفر کشته و زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا کنون هلاکت 10 نفر از جمله یک افسر الفا، جراحت برداشتن بیش از 30 نفر از جمله 16 تن از کارمندان مقامات و بازداشت 114 تن از اشتراکیان فعال ناآرامی‌های اخیر تصدیق کردند. ولی ساکنان شماره کشته شده ها را خیلی بیشتر مینامند و میگویند 19 مای مقامات به آنها 20 جسد دیگر ساکنان ناحیه روشان را دادند. ساکنان ناحیه روشان اینچنین میگویند نیروهای قدرتی بالای مردم بی‌سلاح تیر کشادند. وزارت کارهای داخلی میگوید
در جریان عملیات یگان ساکن اسویشته آسیب ندیده است، ولی ساکنان ناحیه روشان گوشه و مرنوم ساکن مرکز ناحیه روشان را مثال می‌آورند که بیماری روحی داشت ولی او را هم در جریان عملیات کشتند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. میمون بختی، نویسنده خلقی تاجیکستان، برنده جایزه رودکی، رئیس سابق اتفاق نویسندگان تاجیکستان و عضو سابق پارلمان این جمهوری، شب 19 به 20 می در سن 76 از عالم چشم پوشید. اتفاق نویسندگان تاجیکستان خبر داد که نماز جنازه مرحوم ساعت 13 در مسجد مرکزی دوشنبه دایر گردیده. سپس ادیب شناخته را در آرامگاه لوچوب در کنار دیگر بزرگان ادبیات و فرهنگ مردم تاجیک به خاک می‌سپارند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به نزدیکان میمون بختی پیام تسلیت فرستاد. میمون بختی 25 مارس سال 1946 در دهه شل نویه رشت به دنیا آمده است. سال 1958 آموزشگاه آموزگاری نوآباد، سال 1963 فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. سالهای 1973 1975 در دانشکده ادبیات به نام مکسیم گورکی کسب کمال نموده است. در دوام سالهای گوناگون مدیر بخش ادبی دراموی تلویزیون جمهوری، جانشین سرمحرر تاجیک فیلم، سرمحرر شعبه‌های ادبی و دراموی و جوانان تلویزیون تاجیک، مدیر بخش ادبی تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، مدیر خانه ادیبان به نام میرزا ترسونزاده، رئیس شورای کار با نفقلمان، رئیس مرکز ترغیب ادبیات اتفاق نویسندگان و مدیر بخش ترجمه و نشر مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بوده. از یولی سال 2007 معاون رئیس حرکت وحدت ملی و ایای تاجیکستان، رئیس بخش تاجیکستانی دیالوگ ایورا اوسیو بود. از سال 1995 تا 2000 وکیل مردمی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت یکم از حوزه انتخابی 35 ناحیه غرب و همزمان رئیس کمیسیون عاید به اتیکای دیپوتاتی و امتیازهای دیپوتاتی بوده. سال 2005 عضو مجلس ملی جمهوری تاجیکستان انتخاب می‌گردد. سال 1999 سردار شعبه تشویقات ادبیات اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعیین می‌شود. بعد از آن سالهای 2004 و 2009 دو بار به حیث رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب گردیده است. میمون بختی سال 1986 سزاوار جایزه کمسمول لنینی تاجیکستان، سال 1988 شرفیاب جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابوعبدالله رودکی، سال 1994 صاحب عنوان افتخاری ارباب شایسته هنر تاجیکستان و سال 2014 سزاوار مدال ادبی بین المللی به نام داستایفسکی گردیده است و با اردن شرف اسماعیل سامونی و 3 مدال مکافانیده شده است. خدمات مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان درباره آشکار شدن دو مورد کوشش قاچاق شماره زیاد چاروا خرد از تاجیکستان به قرقیزستان خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد روز 12 اپریل سال 2022 در موضع مرزی میتی در جماعت قلونده نویه لیلک با اتهام قاچاق 99 سر گوسفند از تاجیکستان به قرقیزستان شهروند قرقیزستان دستگیر شد. بنا به حساب‌های شعبه بادکندی پالاتای سودای صنعت قرقیزستان ارزش این 99 سر گوسفند 1,426,000 سومون یا نزدیک 18,000 دلار تشکیل می‌دهد. همین طور بنا به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 27 اپریل در موضع صدای امین جماعت قلوندو شهروند قرقیز هنگام کوشش با روی قاچاق از تاجیکستان به قرقیزستان گذرانیدن 258 سر گوسفند دستگیر شد. پالاتای سودای صنعت ارزش این چاروای قاچاقی را 2,569,500 سوم یا بیش از 32,000 دلار برآورد کرده است. در رابطه به هر دو مورد کوشش قاچاق چاروا از تاجیکستان بر اساس ماده 231 کودکس جنایتی قرقیزستان با اتهام قاچاق اقتصادی پرونده جنایتی گشودند. جماعت قلوندو با جماعت افچقلچه نویه باباجان غفوروف ولایت سوخت تاجیکستان همسرحد می باشد. قرقیزستان مرزش با تاجیکستان را از 20 مای سال 2021 بلافاصله بعد از زدخوردهای خونین در مرز این دو کشور برای رفع ساکنان ماشین ها بست و انتقال محصولات نیز بین دو کشور رسما منع شده است. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان
جوگیر شدند. هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین، چراگاه و راه مناقشه و رخ میدهند. این مناقشه و بعضا به تیرپرانی ها میپیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف میشوند. در یک سال آخر در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 59 نفر کشته شده، حدود 270 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 20 ماه سال 2022 خبر داد که شبانه روز گذشته در قلمرو کشور شمال شدید به قید گرفته شده. در شهر دوشنبه از حادثه‌های نظیر شکستن درختان و کنده شدن بام خانه‌ها از باد سخت خبر رسید. از جمله 19 ماه ساعت 20:36 دقیقه در نزدیکی بنای ماموری نویه فردوسی پایتخت واقع در کوچه به نام نعمت قره‌بایف خانه رقم 36 درоб 3 بر اثر باد شدید یک درخت عظیم بالای ماشین تمغه نیسان چپه شد. غیر از این ساعت 21:48 دقیقه در حدود محله نوبهار دوی نویه سینا شمال بام یک خانه 6 آشیانه رو به زمین زد. در نتیجه بام مساحتش حدوداً 500 متر مربع بالای 7 ماشین در نزدیکی بنا سر و زیر شد. برای رفع پیامدهای این دو حادثه نجات‌دهندگان ریاست ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه سفربر شدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه در این دو حادثه تلفات جانی و اصابات دیگر نداشت. در همین ارتباط کمیته از صاحبان ماشین‌های شخصی خواهش می‌کند که ماشین‌های خود را از درختان و بناهای بامشان لرزان و آسیب‌پذیر دور گذارند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده اینچنین خبر داد که ساعت 23:35 دقیقه به قسم نوبه‌داری کمیته خبر رسید که در لیفت خانه رقم 29 کوچه سینای شهر دوشنبه یک بانوی 22 ساله درمانده است. امدادگران کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به نجات این بانو شتافتند و در یک مدت کوتاه با استفاده از تجهیزات مخصوص او را از داخل لیفت خراب شده بیرون آوردند. 19 ماه نزدیک به ساعت 20:10 دقیقه در نتیجه باران‌های پرشدت در قلمرو جماعت دادابای خلمتوف نویه باباجان غفوروف ولایت سوخت به محله‌های سیهون و تیمور ملک سیل آمد. در نتیجه راه دارای اهمیت محلی قسما خراب شد. همچنین سیل به سیستم آبیاری و تاخانه انشاءات یاری رسان نیز ضرر رسانید. همچنین ساعت 21:30 دقیقه باران‌های پرشدت باعث آمدن سیل در حدود جماعت یاوه نویه باباجان غفوروف شدند. در جایهای حادثه در عین زمان کمیشه ایالت‌های فوق‌العاده نویه فعالیت دارد. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. شبانه روز گذشته کارمندان ریاست ژوله کمیته در قلمرو شورای ترسونزاده یووان و نویه کوشانیان با پرتاب موشک‌های ضد ژوله 7 آلت تهدید خطر ژوله را برهم زدند. ساکن اصفهان با ارسال یک ویدیو به اداره پایگاه خبری بامداد خبر داد که روز 20 ماه در این منطقه باران سخت بارید و در پی بارشات سیل سخت آمده پول راه اساسی اصفهان چارکو وارخ را در دهه سرخ آبزیر کرد. این پول یا کپروک در موضع تنگه سرخ ساخته شده است. در ماه جاری این بار دوم است که این پول را سیل میشوید. بار اول روز 11 ماه این پول تومه آبخیزی شده بود. ساکنان میگویند از سبب زیاد شدن اهالی حالا مردم در بر سیل راه خانه ساخته زندگی دارند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 20 ماه سال 2022 از آشکار شدن یک حالت دزدی غیر عادی خبر داد. بنا به این منبع هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 48 ساله ساکن شهر کولاب همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. وزارت کارهای داخلی گفت این دزد کیسه‌بر صحنه 7 ماه سال 2022 تخمین ساعت 12:30 دقیقه در کوچه گپرزیم پایتخت بارای پنهانی از جیب پیرمرد 84 ساله ساکن شهر دوشنبه 4650 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب زده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان به دزد کیسه‌بر از 2 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 19 ماه سال 2022 در راههای جمهوری باز 2 صدمه مرگ‌آور روی داده باعث مرگ 3 نفر شده است. از اول هفته جاری وزارت کارهای داخلی الکی درباره هلاکت 7 نفر در 6 صدمه مرگ‌آور در راههای تاجیکستان خبر می‌دهد. بنا به این منبع 19 ماه سال 2022 تخمیناً ساعت 12:15 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا قابلوف دلیر سال تولدش 1979 ساکن شهر دوشنبه
هنگام حرکت از سمت کوچه شمسی به سمت کوچه رحیمی از عهده دوره واسطه نقلیات نبر اومده، پیادهگرد قمریف عبدالحلیم سال تولدش 1944 ساکن پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه پیرمرد 78 ساله جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همین طریق شب 19 مای سال 2022 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه راننده موتورسیکل منگیوروف یولدوش سال تولدش 1989 ساکن نویه 5 هنگام حرکت در حدود دهه دهبلند از عهده اداره موتورسیکل نبر اومده به سمت مقابل راه برآمده به موتورسیکل دیگر تحت اداره شریپوف یعقوب سال تولدش 1989 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه شریپوف و مسافرش جباروف بیگمت سال تولدش 1986 ساکن امین نویه جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. منگیوروف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر شمرده می شوند. بنا به آمار رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.